من کامروا هستم. چه خدمتی از دست من ساخته است؟ سلام آقای کامروا، من آقای محسنی فرستادم خدمتتون که منو تحت پوشش مؤسستون در بیاریم. الهی که من قربون اون حکمت خدا برم. بله، شما شرط ایتام رو دارید، یعنی پدر و مادر فوت شدن؟ ایوا خدا نکنه. آخه خدا حفظشون کنه. دست و پاتون خواب نمیره؟ نه. ریزش مو، آب ریزش بینی؟ نه. خب این یه مقدار کارو سخت میکنه خانم. میدونید ما چون نمیتونیم بدون دلیل کسی رو تحت پوشش قرار بدیم. آقای کامروا خب یه کاریش بکنین دیگه. آخه خانم چرا با آدم نمیگی؟ شما چال دارین. این خودش یه نوع فلجی محسوب میشه. میدونید شما نامه درخواستتون رو بنویسید، تصویرش رو بفرستید